ما چون که بزکشی یک سابقه خیلی عنعنوی و تاریخی در افغانستان داره و خوشحال هستیم که امی پروگرام ها به امی تو قوت مثل که حال جریان داره شروع شده. امی سپورت است و امی بزکشی است که مردم ولایات و مختلف اقوام با یک دیگر نزدیک میکنه و بسیار از جوانانی که حال شما میبینی که همینجا حضور داره، یعنی یک تماشای مشروع و بسیار جالب هست و همچنان امروز که بسیار از دیپلمات های ممالک دور و نزدیک آمده، یک نمایندگی از سپورت و از عنعنات افغانستان هم میکنه به جهان، از فرهنگ افغانستان. واقعیت است که بسیار خوشحال هستیم که امروز میبینیم و اینمی فضای امن و امان و که به خوبی آماده شده و الحمدلله هیچ کس، نه از دیپلمات، نه وزیر، نه مامور، نه دیگر تماشا در تماشا کنندگان کدام کس تشویش داره. این برای ما افتخار هم است، خوشحالی هم است و یک امید آینده افغانستان است که انشاءالله روز به روز ترقی میکنیم. دغه مشروع سپورت پیغی که ځوانان مصروفي، پیغی که اما اذهان مصروفي، هغه د صحت لپاره هم په ګټه ده، هغه د وطن د یووالي لپاره هم په ګټه ده، هغه د خلکو د یو له بل سره د نزدېکت لپاره هم په ګټه ده. نو دغه سلوب باید ملاتړ وشي او اوس په څومره کامیابی او قوت کې روان دي، هیلم دا د همداسې نوره هم وده وکړي. این نشانه یک تمدن فرهنگ افغانستان هست و نشانه اسبسواری که یکی از عادات ملی قطر هم هست و عرب ها که ما خیلی خوشحال میشیم موقعی که میایم اینجا و چنین چیز رو نگاه کنیم. ورزش یک راه تمدن و راه تفکر و راه دوستی و راه هماهنگی مردم بشر دوستانه با هم که باید بهش اعتنا شود و این نشانه تمدن ملت ها. ما یکی از عمده ترین جنبه های همکاری با افغانستان به نام کشور و ملت افغانستان به نام برادران مسلمان ورزش را خیلی عنایت میکنیم و انشالله در آینده زیاد همکاری های بین قطر و افغانستان در صحنه ورزشی خواهیم دیدش. معرفی پهلوان نسیم سرپل است با بختاور پهلوان. مردک پهلوان است از سیم سرپل و بختاور پهلوان هم دستی به گسلبان میشه. بختاور پهلوان از سیم تاخیر گسله در اختیار میگیره. بختاور پهلوان سلیمان امتیاز میره اما دست چپ انداز تیم سرپل هم نجیب الله پهلوان به گسلبان. تصابازی مستلکن میدان آغاز گردید. این بار مناس پهلوان است. مناس پهلوان از سیم سرپل است. مرد شماره ده تیم سرپل مناس پهلوان. چپ انداز تاخیر هم دستش به گسلبان است. خفیف پهلوان